هنوزم غیر از عکاسی از کاربرد دیگه دوربین گوشیت خبر نداری؟ سلام، اینجا ترفندتایمون. خیلی خوش اومدیم به این آموزش. امروز قراره با همدیگه یاد بگیریم که چطور میتونیم با یه بار زدن روی ناچ یا دوربین گوشیمون هم اسکرین شات بگیریم، هم چراغ قوه گوشیمون رو روشن و خاموش بکنیم و هم با 2 بار زدن روی ناچ منوی پاور، یعنی منوی دکمه پاور گوشیمون رو باز بکنیم. برای این کار ما نیاز داریم به اپلیکیشن تاچ د ناچ که هم میتونید از گوگل پلی دانلودش بکنید که لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم واسهتون، و هم از کانال تلگرام ما میتونید دانلود بکنید، چون اونجا تمام برنامه‌هایی که توی آموزش استفاده میکنم رو آپلود میکنم و حتما توصیه میکنم اونجا عضو بشید تا هم برنامه‌ها رو داشته باشید و هم اگر خبری در مورد آموزش ها بود اونجا میذارم و میتونید زودتر خبردار بشین در موردش. بعد اینکه این اپلیکیشن رو نصب کردیم میریم وارد اپلیکیشن میشیم که قبل ورود باید اون قوانینی که داره رو تایید بکنیم و قبولشون بکنیم. بعد اینکه تایید کردیم وارد که بشیم صفحه اصلی ساده ای داره که اینجا باید گزینه اول رو بزنیم و بعد 2 تا مربع داره که باید تیکاشون رو فعال کنیم. گزینه اولش مربوط میشه به لرزش گوشی وقتی که ناچ رو میزنید و گزینه بعد توافقیه که بین کاربر و این اپلیکیشن هست که باید اون رو قبول بکنید و برید از قسمت اپلیکیشن های نصب شده این اپلیکیشن مجوزاش رو فعال بکنید، بهش اجازه کارکرد بدین تا بتونید روی گوشیتون کار بکنه. و بعد که برگشتیم روی برنامه میتونیم ازش استفاده کنیم. این برنامه کلا 5 تا حالت ارتباط با ناچ داره. یکیش این که یه بار بزنید روی ناچ، اون یکی این که چند ثانیه نگه دارین انگشتتون رو و بعد 2 بار بزنید روی ناچ، بعد این که از راست بکشین به چپ انگشتتون رو و بعد از چپ به راست بکشین، که هر کدوم از اینها گزینه‌های انتخابی که به ما میده همشون مشترکن که من میرم توی یکی از اینها و گزینه‌ها رو واسهتون توضیح میدم و بعد شما طبق نیازتون اون رو روی هر گزینه‌ای که دلتون خواست میتونید فعال بکنید. و زبان این برنامه هم خودش انگلیسیه ولی و از فارسی ساپورت نمیکنه، پس من سعی میکنم تا جایی که میتونم این گزینه واسهتون ترجمه بکنم و توضیح بدم چه کار کردید داره تا بتونید راحت‌تر از این اپلیکیشن استفاده بکنید. وقتی وارد بشید همچین منوی رو واسهتون میاره، یعنی گزینه ها به این ترتیبه. گزینه اول که خاموشه خودش به صورت خودکار روی اونه و شما باید انتخاب کنید روی چه گزینه‌ای می‌خواید باشه. گزینه اول مربوط میشه به اینکه شما چراغ قوه گوشیتون رو روشن و خاموش بکنید. وقتی اون رو فعال کنید یه بار بزنید روی ناچ، چراغ قوه روشن میشه یا خاموش میشه. این ناچی که هی من دارم تکرار میکنم همون دایره حفره دوربین سلفی هستش که روی LCD گوشیتون هست و روی اون باید ضربه بزنید یا روی اون نگه دارید تا این کارها و این گزینه‌هایی که فعال کردین انجام بشه. من حالا می‌بینید روشن خاموش میکنم، آیکون چراغ قوه بالای گوشی من میفته. گزینه دوم مربوط میشه به اسکرین شات که اگر این رو من فعال بکنم و یه بار بزنم روی ناچ گوشی واسم اسکرین شات میگیره که واقعا گزینه خیلی کاربردیه، چون دکمه‌های پاور آدمو کلافه میکنن برای اسکرین شات. گزینه سوم مربوط میشه به فعال کردن و باز کردن منوی دکمه پاور. ما دکمه پاور گوشیمون رو که نگه داریم این منو واسمون باز میشه. این گزینه به ما این اختیار رو میده که وقتی فعال باشه یه بار بزنیم روی ناچ و این منو رو باز کنیم. قسمت بعد گزینه اول رو وقتی فعال بکنیم میره واسمون منوی برنامه‌های موبایلمون رو میاره که حالا میتونید چند تاش رو انتخاب بکنید. من میذارم همون روی پیش‌فرض بمونه و وقتی که اینها رو انتخاب بکنم و یه بار بزنم روی ناچ گوشیم این اپلیکیشن های انتخابی رو این برام میاره تا بتونم مثلا دسترسی راحت تری بهش داشته باشم. گزینه دومش باز کردن و بستن دوربین گوشیمه که میره توی دوربین و در میاد. گزینه بعدی توی اون قسمت بستن برنامه ها هست که از همه برنامه خارج میشه، میخوای ببندیش، میره روی اون قسمت، یعنی یه بار بزنید روی ناچ میره توی قسمت بستن برنامه ها و حالا میتونید
انتخاب بکنین این گزینه رو اگه میخواین. گزینه بعد بازم روش بزنیم میره توی قسمت برنامه، فقط با این تفاوت که شما یک برنامه رو انتخاب میکنید و وقتی یه بار زدین روی ناچ گوشی وارد اون برنامه میشه، اون اپلیکیشن رو واسهتون باز میکنه. اگر خیلی از اپلیکیشن استفاده میکنید میتونید از این گزینه استفاده کنید. قسمت بعد گزینه اول یه سری وقتی روش بزنین ازتون دسترسی میخواد که یه سری تنظیمات خودکار و اینجور چیزا رو انجام بده رو گوشی که واقعا نفهمیدم این گزینه یعنی چی. گزینه بعدیش مربوط به قسمت سایلنت و مزاحم نشوید گوشی. گزینه بعد کدهای QR رو که روی اکثر فیش‌ها و اینجور چیزها هست رو میتونید اسکن کنید. گزینه بعدیش یه سری تنظیمات خاصه که اگر روی گوشیتون امکانش هست بتونید استفاده کنید فعال کنید. من نداشتم تو گوشیم. گزینه بعد مربوط میشه به اینکه اگر یه بار بزنید روی ناچ بره وارد یک سایتی بشه. خودش خودکار گذاشته روی گوگل. شما میتونید بزنید روی سایتی که خیلی میرین واردش میشید، یا اگر خودتون سایت دارید میتونید آدرس اون سایت رو بزنید که خیلی سریعتر بتونید وارد سایتتون بشین و کارهایی که میخواین رو انجام بدید. گزینه بعد اینه که به شما این امکان رو میده شما یک شماره ای رو اینجا سیو بکنید، اون شماره که خیلی باهاش تماس میگیرید و بعد یه بار که بزنید روی ناچ میره روی صفحه تماس و میتونید با اون شماره تماس بگیرید. اون شماره رو واسهتون میاره. قسمت بعد گزینه اولش به ما میگه که موزیکتون رو با یه بار زدن پخش کنم یا قطع کنم. گزینه بعدیش میگه که یه بار بزن روی ناچ میرم آهنگ بعدی. گزینه بعدی این که یه بار بزنی میرم آهنگ قبلی. حالا گزینه های پایینش، گزینه اولش که بزنم باز دوباره از من اجازه میخواد که مربوط میشه به میزان نور گوشیمون. وقتی مجوزش رو بدیم بهش میگه که مثلا اینقدر من یه بار بزنید روی ناچ واسط کم میکنم، اینقدر زیاد میکنم، که باز با توجه به نور گوشی خودتون میتونید تنظیمش کنید. گزینه بعد میره روی گزینه مزاحم نشوید و سایلنت. گزینه بعدم گوشی رو میبره روی ویبره و گزینه آخرش که اگر فعال باشه و یه بار بزنید روی ناچ صفحه گوشیتون خاموش میشه. میتونید راحت صفحه گوشیتون رو خاموش کنید که من قبلا یه آموزش دیگه دادم که 2 بار بزنید روی صفحه خاموش میشه، میتونید اونم استفاده کنید. حالا من خودم میذارم روی گزینه اسکرین شات و یه بار میزنم و شات میگیره، چون من خیلی شات میگیرم و این گزینه خیلی من کمک میکنه. حالا من دوباره برمیگردم به صفحه اصلی و دوباره حالت‌ها رو واسهتون میخونم. حالت اول اینه که یه بار بزنید روی ناچ، حالت دومی که چند ثانیه نگه دارید، سومی 2 بار بزنید، چهارمی از راست به چپ و پنجمی از چپ به راست بکشین و اون تنظیماتی که انجام دادید و انتخاب کردید رو انجام بده واسهتون، که خیلی این برنامه به سرعت عملتون از استفاده از گوشی و اینکه راحت‌تر به اون چیزی که می‌خواید دست پیدا کنید کمک می‌کنه. پس حتما این اپلیکیشن رو نصب بکنید و اگر سوالی بود واسهتون، جایی رو نفهمیدید، حتما توی کامنت ها بنویسید، جوابتون رو میدم. و اینم بگم که من اینجا توی چنل ترفند تایم روزانه اون ترفندهای ترندی و کاربردی که توی گوشی هست و میتونیم ازش استفاده بکنیم رو واسهتون ویدیوش رو میگیرم و آپلود میکنم. پس حتما این ویدیو رو لایک کنید تا ازم حمایت بکنید و چنلم سابسکرایب بکنید و زنگولش هم فعال کنید تا از این ترفندایی که واسهتون آپلود میکنم استفاده بکنید و از گوشیتون بهتر و بهتر استفاده بکنید. و در آخر هم تا یه ترفند دیگه از ترفند تایم، خدا نگهدار.